شخصی که مردم را ظلم میکند در حقش دعای بد کردن ممکن است؟ بله ممکن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه واتقی دعوت المظلوم فانه لیس بینه و بین الله حجاب. از دعای بدی شخصی مظلوم بترس، چون که بین الله تعالی و بین شخصی مظلوم پرده نیست. دعاش بی پرده قبول میشد. مظلوم اگرچه گناهکار باشدم دعاش قبول است. آدمی خوب نباشدم مظلوم باشد دعاش قبول میشه. بنابراین دعا از مظلوم ترسیدن در کار و اینچنین ظلم به یگان کافر هم ظلم کردن در کار. دشمنت هم باشدم ظلم کردن در کار. ظلم یعنی ناحق عذاب دادن، تهمت کردن. مثلا درست است که شما بد میبینید، درست است که آدمی بد است، لیکن کاری نکردگیشه به اون نسبت ندید، تهمت نکنید. از حدش زیاد جزا داده نمیشه. اگر کسی زیاد جزا یا ظلم است، ظلم بسیار است، خیل ها و مثال هایش خیلی بسیار است. الله تعالی از ظلم کردن و از ظلم شدن در حفظ و حمایش نگاه دارد. بله درست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد گفته اللهم لعن فلانا و فلانا و فلانا و فلانا. ای الله فلانی را لعنت کن، فلانی را لعنت کن، فلانی را لعنت کن. 7 کس نامش میگرفتن. راوی میگه که همین 7 کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نامشون گرفته لعنت میکردن، همش جسداش مردگی حالتش و هوا گرم بود، بوی گرفته بود جسداشون. مثال 2 ساعت پیش کشته شدگی باشدن، بعد جنگ و تمام شده شدن اینها به نزدش رفتن، بوی گرفتگی بود، آفتاب گرم بود، جسدهای بوی گرفتگیش دیدم. اما 7 نفری که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای بد میکردن در حقشان. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم اکثری کافرهای دعای نیک کردگی هستند. یعنی اون کافرهایی که اینقدر ضررش نمیرسید به مسلمان ها یا آدمی خوب. مثلا حضرت عمر، پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت همراهی ابو جهل هر دوش دعا میکردن، لیکن دعای عامتر بود. میگفتن که ای الله این دین اسلام به همین دو مرد، مقصد عمر و ابو جهل، از هر دوی همین یک تشکیل اسلام عزیز کن. الله تعالی عمر انتخاب کرد. عمر هم مشرک بودن، عمر هم دشمنی به پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتن، لیکن خصلت‌های مردانگی، خصلت‌های خوب هم داشتن. الله تعالی حضرت عمر هدایت کرد. مادر ابو هریره دعای نیک کرد. داوس دعای نیک کرد. داوس وقتی که دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت نکرد، قبول نکرد دینه، در حقشون دعای بد نکردن. در حق طایف دعای نیک کردن. لیکن هست آدمایی که دعای بد کردن. حضرت موسی هم در حق فرعون دعای بد کردن. یعنی بنابراین جایز از دعای بد کردن هم دعای نیک کردن هم.